بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان و عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس دیگر از درس‌های سیاست اسلامی باز هم بحث منابع سیاست اسلامی را می‌خوانیم که در جلسه گذشته توضیح دادیم که کتاب و سنت است و روش استفاده از آن، که در جلسه گذشته مفصلا تشریح کردیم و توضیح دادیم که اصول کلیات مقاصد هدایتی بشریت و روش درست زندگی در تمام بخش‌هایش در قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است. اصول کلی، اما جزئیات بحث دیگری است که بسیاری از آنها در سنت آمده و بسیاری به وسیله قوانین دیگر فقهی و اصول فقه استنباط و استخراج می‌گردند. و این جلسه کاملا مرتبط است به جلسه گذشته و در این جلسه، یعنی اگر میخواین این جلسه خیلی خوب درک کنین باید حتما جلسه قبلی را شنیده باشین. و در این جلسه دنباله بحث میخوانیم. در جلسه گذشته کتاب الله توضیح داد و در این جلسه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را صاحب کتاب برای ما و شما تشریح میکند. ابتداء صفحه کتاب را خدمت شما داشته باشم و بعداً ببخشین. خب ثانیاً السنه، یکی دیگه دومین منبع از منابع سیاست اسلامی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. سنت یعنی چی؟ هی ما صدر عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، آنچه از پیامبر صادر شده، چی از قولشان، چی از فعلشان، چی از تقریرشان، یعنی تأییدشان، چیزی را که تأیید کرده باشد. پس سنت مصدر دوم برای اخذ احکامی است که متعلق به نظام حکم و آنچه که احتیاج است در باب نظام حکم می باشد. و ما یحتاج الیه الانسان فی امور دینه و دنیاه، در امور دین و دنیا آنچه را که در نظام حکم نیاز داریم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم منبع دوم آن می باشد. الله سبحانه و تعالی در امر به التزام سنت پیامبر و گرفت آن در سوره حشر بیان فرموده و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه را که پیامبر برای شما داد بگیرید و آنچه را که پیامبر شما را از آن باز داشت خود را از آن باز دارید. و همچنین سوره مائده آیه 92 فرموده است و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید. فالسنه تكون موافقه لما جاء من احکام القرآن. ببینید حالا میخواد توضیح بده که سنت پیامبر چه رابطه‌ای با قرآن دارد، چه مناسبتی دارد. اولا بعضی اوقات سنت میاره موافق با آنچه که در قرآن آمده، آنچه که در قرآن آمده در سنت هم تایید او میاد. مثلا فرض کنیم در قرآن بحث توحید آمده، نیکی توحید و مذمت شرک، در احادیث هم میبینیم نیکی توحید و مذمت شرک، احادیث متعدد داریم. بعضی اوقات میبینیم در رابطه به نبوت، در رابطه به روز آخرت مباحثی در قرآن هست، در سنت پیامبر هم موافق آن هست. در مسائل احکام میبینیم بعضی موضوعاتی در مثلا فرض کنین چی که هست در باب روزه، بعضی احکام در قرآن هست موافق به اون میبینیم در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم می باشد. پس بعضی اوقات قرآن موافق میآید، حدیث موافق میآید به آنچه که از احکام در قرآن است، یعنی هر دو در واقع یک مطلب بیان میکنن. البته اینجا همون بیشتر تشریح کرده یا تاکید کرده یا تایید کرده. او مبینتا، این حالت دوم میشه. بعضی اوقات سنت بیان کننده و توضیح دهنده حکم قرآنی است، یعنی مثلا در قرآن آمده مختصر آمده، کوتاه آمده، اما در احادیث آمده تفصیل شده. مثلا در باب نماز مختصر در قرآن آمده و اقیموا الصلاة، نماز را بپا دارید. اما اینکه چند وقت نماز باشد، چند رکعت باشد، در رکعت اول چی خوانده شود، دوم و سوم و چهارم، رکوع در رکوع چی خوانده شود، در سجده چی خوانده شود و در تشهد چی خوانده شود، تشهد چگونه است، اینها مطالبی است که در سنت است. و همچنین در بسیاری موضوعات دیگر و همچنین در مسائل نظام و حکم. در نظام و حکم مثلا می‌بینیم در قرآن صراحتاً آمده که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، الله دستور میدهد که امانت ها رو به اهلش بسپارید. باز در حدیث می‌بینیم که اهل پیامبر صلی الله علیه و سلم معرفی می‌کنند، یا مثلا کسی که خودش میآید طلب می‌کند این اهل نیست، به این وظیفه را ندهید الا که در حالات اضطراری و استثنایی باشد، بحث جدایی است. سومین حالت، پس حالت اول موافق با قرآن مطلب داره، حالت دوم بیان کننده و توضیح دهنده قرآن است، حالت سوم موجبه لما سکت القرآن عن ایجابه، اثبات کننده آن چیزی است که قرآن در اون مورد سکوت کرده. قرآن کریم یک بحث رو اصلا یاد نکرده، اصلا مطرح نکرده، نه تایید نه رد، سکوت کرده. پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کرده. مثلا صدقه فطر
در قرآن کریم ما نداریم. قربانی در قرآن کریم نداریم، اما در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم. و مثل خیلی از مباحثی دیگر، مثلا اینکه گوشت خر حرام است در قرآن نیامده، اما در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن که البته این میتونه از نوع دوم هم بشه، بیان کننده آنچه که در قرآن آمده که الله خبائث را برای شما حرام کرده. خب گوشت خر از جمله چیز خبائث است، میتونه به این طریق بیان هم باشه، میتونه از قسم سوم باشه که به طور علی تعیین سکوت شده و پیامبر باز بیان کردن. و به هر صورت یا سنت میاد ایجاب کننده آن چیزی که قرآن در آن مورد سکوت کرده او محرمتا، یا سنت میاد حرام کننده است آنچه را که قرآن سکوت کرده از تحریمش. یک چیز در قرآن حرمت او بیان نشده اما در حدیث بیان شده که این چیز حرام است و این چیز درست نیست. مثلا فرض کنیم افتخار به نسب ها در قرآن کریم صراحتا نیامده که حرام است، اما در حدیث داریم که افتخار به نسب از اعمال جاهلیت است و نادرست است. یا مثلا چیدن ابروی برای زن که ابروی خود را بچیند در قرآن نیامده اما در حدیث بیان شده. پوشیدن طلا برای مرد طلا نپوشد، زن طلا بپوشد اشکال ندارد. ابریشم مرد نپوشد، زن بپوشد اشکال ندارد. برای مرد حرام است. خب در قرآن نیامده اما در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده. پس بیان کرده پیامبر با اقوال خود و اعمال خود احکامی را که یعرض للناس من الحوادث، آنچه را که پیش می شود برای مردم از حوادث، مما لا یختلف فیه الحال به اختلاف الاصول، در مورد مسائلی پیامبر حکم کرده که در اختلاف زمانها فرق نمیکنه. مثلا اینکه طلا بپوشین یا نپوشین، مرد بپوشد زن بپوشد مرد نپوشد، اختلاف زمان در این تأثیری ندارد. همیشه ایشیه اصطلاح برای مرد حرام است، برای زن حلال است. یا مثلا صدقه فطر واجب است برای همه در همه زمانها، فرقی نمیکنه. گوشت خر حرام است برای همه در همه زمانها. فسن من الاحکام، پس پیامبر سنت گذاشته از احکام در معاملات، در جنایات، در نظام خانوادگی و علاقات بین الدول. بعضی به بعضی، مثلا صلح در بعضی پیامبر صلح کرده، در بعضی حالات صلح جایز است با کفار، با کافری که حربی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه با اونها صلح کرده تحت شرایطی، ولهذا پس صلح تا قیام قیامت هم در تحت شرایط در حالات درست او جایز است، درست است. که البته در این مورد قرآن کریم هم بیان کرده و فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، که بحث مفصلی داره، تشریح کردن و مختصر اشاره کردم. و علاقات دولت ها بعضی دیگر، ما یحفظ به المقاصد الخمس التي سبق ایضاحها، که ببینید تمام آنچه که در سنت پیامبر آمده هدف کلی و اصلیش حفظ همان 5 هدف اصلی است، کلیات 5 گانه که در جلسه گذشته کلیات 5 گانه که حفظ دین، حفظ جان و حفظ مال و حفظ آبرو و حفظ عقل، 5 چیز کلیات خمس بود که در جلسه گذشته توضیح دادیم. و اذا استقرینا ما ورد فی الکتاب و سنت، حالا اینجا سنت شما شناختین تمام، حالا چی در کتاب چی در سنت، میگه اگر ما جستجو کنیم این چند مطلب رو متوجه میشیم. اینو خوب دوستا دقت کنین، شما متوجه میشین که چگونه میشه قانون رو از روی کتاب و سنت ساخت. یعنی واقعا هر چیزی در روز زمان بود باشه، هر چی نبود نباشد، مثل که خیلی‌ها چنین برداشتی دارن. نه خیر، ببینید اینجا دیگه خیلی واضح مطلب بیان میکنه. میگه اگر ما جستجو کنیم آنچه را که در کتاب و سنت آمده، این چیزهایی که میآید خواهیم یافت. اولا این دو مصدر یعنی کتاب و سنت قد طرقا باحکامهم ابواب الحیات، اینها دروازه های تمام مسائل زندگی را زدند. یعنی هر کدام از مسائل زندگی میبینید در توضیحاتی دارند، چی در باب مسائل شخصی عبادی است، چی در باب مسائل خانوادگی است، چی در باب مسائل اقتصادی است، چی در باب مسائل سیاسی است. در هر کدام یک قانونی دارند. و فیهما ما یکفل، در این کتاب و سنت است آنچه که ضمانت میکند سلامت مقاصد 5 گانه ای را که توضیح دادیم، التي یقوم علیها امر الدنیا و الدین، که تمام امر دین و دنیا به همین 5 چیز و حفظ این 5 چیز موکول است. دوم اینکه این دو مصدر، البته کسی میتونه متوجه بشه که تحقیق کنه در کتاب و سنت، مطالعه دقیق بکنه. این دو مصدر قد ارشدا بما فی نصوصهما من التعلیل، راهنمایی کردن با قانون تعلیل. این خیلی دقت کنید، یکی از مهمترین مسائل در اصول فقه اسلامی است که احکامی که در کتاب و سنت آمده بسیاری از اونها مبتنی بر بعضی از علل هست. این میگن قانون تعلیل، یعنی علتیابی برای احکام. البته همه احکام علت او بشر درک نمیکنه. مثلا مثل اینکه نماز صبح 2 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت، این تعلیلی نیست، بلکه این میگن تعبدی است، عبادی است.
اما عده‌ای از مسائل تعلیلی است، علت او مشخص است که این چیز حرام شده به این علت، این چیز لازم شده به این علت. چون علت وجود داره، طبق قانون علت میتونیم خیلی امور دیگر رو بیاریم در تحت او داخل کنیم. به طور مثال میگیم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض کنیم شراب رو میساختن، فرض کنیم از انگور، از خرما، از کشمش یا از خیلی چیزهای دیگر، و این شراب حرام بود. حالا علت حرمت چی بود؟ این نبود که چون از گندم و از جو و از مثلا انگور و اینها ساخته شده به این علت حرام است و اگر از چیز دیگر ساخته شود حرام نیست. نه، به علتی که مست کننده بود حرام بود. خب حالا کار نداریم از چی ساخته میشه. اگر امروزه شرابی درست بشه از هر ماده دیگر، از هر مواد دیگر مست کننده باشد، حرام است. تعلیل چیز، علت چی؟ مست کننده بودن. این میگن قانون تعلیل. بنابراین قانون تعلیل، حالا این مثال زدم، ما میتونیم بسیاری از احکام دیگر را وسعت ببخشیم. حالا ببینید در مفهوم شراب اونجا فقط مسئله چی بود؟ فرض کنیم که شرابی که از انگور بود یا شرابی از خرما بود، از کشمش بود. اما با این تعلیل که هر چیزی که مست کننده باشد، که در حدیث هم صراحتاً بود تصریح شده در روایت صحیح مسلم که هر چیزی که مست کننده هست شراب است و حرام است، و به این خاطر پس هر چیزی که مست کننده بود میاد در تحت داخل میشه. این مفهوم خیلی وسیع‌تر، موضوعات زیادتر در بر میگیره و تشریح میکنه در واقع. و همچنین در خیلی از موضوعات دیگر، در موضوعات سیاسی هم میایم تعلیل نگاه میکنیم. مثلا میبینیم در یک جای پیامبر صلح کرده، در یک جای پیامبر جنگیده، در یک جای پیامبر یک قانونی گذاشته برای رعیت خود. نگاه میکنیم که این قانونی که گذاشته بنابر چه علتی بوده، او علت میگیریم، طبق او علت میتونیم امروز 10 تا قانون دیگه هم بسازیم بگذاریم به شرطی در تحت قانون علت داخل بشه که اینو میگن قیاس. و این کاری که دقت بشه، علت اولا پیدا بشه، علت درست تشخیص بشه و بعدا هم این شی در علت واقعا در او وجود داشته باشه، تطابق صحیح داشته باشه، اینا دیگه باید میشن شروط قیاس. این قیاس باید شروط او کاملا مهیا باشد. در این صورت بحث قیاس که میایه موضوع مسائل خیلی وسیع میکنه. خیلی از موضوعاتی که امروزه اتفاق میافتد در زمان پیامبر وجود نداشته، بنابر علل مشترکه میتونه در تحت احکامی داخل بشه که در زمان پیامبر بوده. هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. مثلا ببینید که الله متعال در اون زمان بیان میکنه که خود را به دست خود به هلاکت ناندازید. خب حالا یک نفر اگه چاقو رو میزنه به خود میکشته، خود حرامه، نادرست است، خودکشی است، انتحار است. خب امروزه اگر کسی قانون ترافیک هم مراد نکنه و با سرعت میره سبب مرگ خود و دیگران میشه، خب تخلف کرده از همون قانون حفظ جان. حفظ جان یکی از کلیات خمس بود دیگه، از مقاصد پنجگانه بود دیگه. اون چیکار کرده؟ از بین برده. پس طبق او میشه این واجب فرض که از قوانین ترافیکی تخلف نکند. قانون اسلامی یعنی بیان میکنه و توضیح میده. پس این دو مصدر ارشاد میکنن به آنچه که در نصوصشان از تعلیل وجود دارد و از ضرب المثل هایی که وجود دارد به ضرورت استخدام مقاییس شرعی. ما راهنمایی میکنه که قیاس را متوجه باشید. عندما یعوز الامر الی شیء من ذلک، وقتی که نیاز شد، حاجت شد با آن. البته قیاس وقتی که حاجت باشد. اگر حکم منصوص بود قیاس اینجا باطل است. مثلا سود حرام است، یکی بیا یک قیاسی بکنه که نه سود حلال است، 100% اشتباه است دیگه. خب سوم این که وقتی به نصوص کتاب و سنت نگاه بکنیم، فیما یختلف به اختلاف الظروف، یکی مسائلی است که به اختلاف شرایط فرق نمیکنه. اما ثوابت دینی در زمان پیامبر هم همون بوده، در زمان ما هم همون، هیچ قابل تغییر نیست. این حرام است، در روز زمان هم حرام بوده، حالا هم حرام است. اما یکی مسائلی است که به اختلاف شرایط مختلف میشه. در یک شرایطی کار جایز نیست، در یک شرایطی باز میاد جایز است، بنابر ضرورت ها، بنابر حالات مختلف، مثل تفاوت هایی که در دوران مکی و مدنی وجود داشت. شرایط، اختلاف شرایط و اختلاف احوال، فقط وضعت له المبادئ العامه. لذا اینجا شریعت قوانین کلی و قوانین عمومی گذاشته که اگر اینها مراعات بشه لا یصح الاخلال بها فی قانون من قوانین، که این ضوابط باید در هیچ قانونی از قوانین و ترک نشه. اگه این قوانین مراعات بکنیم یعنی خیلی مشکلات ما رو حل میکنه. به تعبیر دیگه واضح‌تر، یعنی در زمان نزول وحی قانون قرآن کریم داده یا پیامبر صلی الله علیه و سلم داده که در هر زمان این قانون قابل اجراست
و در هر زمان بشر به اون نیاز دارد و هیچ قانونی نمیتونه از او تخلف بکنه. اینا نه ثابته. مثل چی؟ مثلا قانون شورا رو گذاشته که قبلا هم گفته بودیم. قانون شورا گذاشته، در هر زمان شورا لازم است. قانون عدالت گذاشته، اعدلوا اقرب للتقوا. هر زمان قانون عدالت لازم است. و مساوات در چی؟ در اینکه هر کس حقش داده شود، اما مقدار حق باز بحث جدایی است. و ما الیها، و دیگه مثل این خیلی از قوانین دیگر، قوانینی که لا یقبل التغییر و الاختلاف، مثلا اینکه وظیفه را به اهلش بسپارید. قانون اساسی و اصلی است، وظیفه باید به اهل سپرده شه، در هر زمان به این نیاز است. اینا قوانینی است که قابل تغییر و تبدیل نیست. ثم وکلت الامر فی طریق، اما اینجا یک نکته هست. قانون کلی شورا در اسلام هست، اما چگونه شورا کنیم؟ بعداً توکیل کرده، سپرده امر روش شورا را و نظام شورا را و کذا فی الاسالیب التي تحقق بالعداله، همچنین روش هایی که عدالت محقق بشه و مساوات محقق بشه، الی اول الشأن، به اصحاب کار، کسایی که وظیفه اش را دارن. یعنی اینکه روش مهم نیست، به هر روشی که شما میخواهید شورا کنین که اول الامر را در کشور تعیین بکنید، هر روشی که شما دوست دارین به کار ببندید، فقط چه کار کنین؟ به روش شورا باشه، مشورت صحیح باشه، البته مشورت با اهلش، نه مثل رأیگیری انتخابات انگلیسی که در اون رأی یک معتاد با رأی یک دانشمند مساوی باشه، نه، بلکه شورا با اهل کار، با اهل فن مشورت صورت بگیره، بزرگان کشور مشورت کنن و رئیس دولت را مثلا تعیین کنن و همچنین دیگه موضوعاتی که هست. و ما تقضی مصلحت کل قوم و حال کل عصر، و همچنین تمام مصلحت هایی که برای هر قوم مصلحت است، برای هر زمانی مناسب است، این بر اساس شورا دیگه صورت بگیره. اما روش شورا، روشی که عدالت چگونه محقق بشه، به خود شما برمیگرده. لذا ما میبینیم قاضی های تاریخ اسلام را خیلی اوقات هست یک به اصطلاح ابتکارهایی کردن برای اینکه حق مظلوم رو از ظالم بگیرن، عدالت اجرا بشه. فقط نبوده که وقتی محکمه بیاد بگه که بله این حق با تو نیست. بعضی اوقات می‌بینی مثل قاضی ایاس، یکی از قاضی های بزرگ تاریخ اسلام، از او حکایات بسیار زیادی نقل کردن که به چه روش حق مظلوم رو از ظالم میگرفته، روش های مختلفی به کار می‌بسته، ابتکارهای مختلفی به کار می‌بسته، تا وقتی که روش مخالف شرع نباشد اشکال ندارد، چون هدف تحقق عدالت است. توجه کردید؟ روش ها پس بحث جدایی است. حال امروزه مثلا در قانون قضاوت آمدن 100 تا محکمه گذاشتن از باب احتیاط، گفتن محکمه ابتدایی، محکمه استیناف، باز محکمه تمیز، برای دقت بیشتر یک قاضی فیصله میکنه، باز یک قاضی دیگر زیر نظر بگیره. اشکال نداره، شریعت منع نکرده و مصلحتی رو ایجاب میکنه. اگر یک بزرگان کشور مصلحت بر این دیدن که 100 تا محکمه باشه، درسته، یعنی شریعت دستور داده به عدالت، اما اینکه به قضاوت بر حق، به حکم به منزل الله، اما اینکه 100 تا قاضی باشه یا یک قاضی باشه، یک قاضی حکم بکنه یا 100 تا با هم مشورتی باشن، این برمیگرده به خود ما، بر اساس مصلحت. اونجوری که حاکم و بزرگان کشور بر اساس مصلحت نیک میبینن اون رو انجام میدن. و اگر بالفرض یکی امامت گفت نه اصلا 100 تا محکمه خیلی وقت گیره و مشکل سازه، اون 2 دانه میکنیم یا 1 دانه میکنیم، و دیگه ضوابطی میگذاریم که عدالت محقق بشه، اشکال نداره. اینا اموری است که قابل تغییر است. پس اسلوب ها و روش ها کاملا میتونه متفاوت بشه، یا روش شورا میتونه خیلی متفاوت بشه که شورای خودت چگونه برگزار کنی. چهارم، ارشدت الشریعه الی مبدأ سد الذرائع. یکی از قوانین قیاس بود. یکی دیگه از قوانین قانون سد الذرائع هست، جلوگیری از وسایل فساد. یکی فساد است، یکی وسیله فساد. یکی فساد نمیکنه اما وسیله برای فساد میشه. مثلا فروختن شراب، خودش شراب نمیخوره اما میفروشه، خب وقتی فروخت وسیله برای فساد است، لذا از این جلوگیری میشه، یه حرام است. سد ذریعه، جلوگیری از وسایل فساد. حالا به مثل این تنها در این جایی تطبیق نمیخوره، در هر جای دیگری که در جامعه هر نوع فسادی میخواد ایجاد بشود، از باب سد و ذرائع میشه جلو رو گرفت، وسایل فساد رو از بین برد، حالا هر چی که باشه. و ضرورت و تحکیم العرف، مثلا فرض کنیم که چیزی که سبب آزار مردم میشه. حالا مثال های ساده اینا رو میگم فقط به خاطر تفهیم مسئله، وگرنه خب خیلی موضوعاتی وجود داره. ترقی که سبب آزار مردم میشه، این وسیله برای فساد است، پس باید جلوگیری بشه از تجارت این. دوایی که سبب
ضرر به مردم میشه، این فساد است. جلوگیری از فساد باید بشه و امثال او. و ضرورت تحکیم العرف، دیگه عرف مدار اعتبار باید قرار بگیره. عرفا، البته عرفی که خلاف شریعت نباشه. بسیاری از احکام بر اساس عرف میتونه تغییر بخوره. تا وقتی که عرف خلاف شریعت نباشد، عرف مدار اعتبار است. و ما تجربه العاده عند کل امتی، و آنچه که عادت هر امت است. متى کان ذلك لا يناقض حکم من الشرع، تا وقتی که عرف مخالف حکمی از شریعت عمومی نباشد که در کتاب و سنت آمده است، سنت صحیح. پنجمین بحث، در نظر کردن به کتاب و سنت میابیم که مختلف احوال اصول و امم قابل للتشکیل. یعنی بعد از این توضیحات و مصالح مرسله هم اینجا نگفته، مصالح مرسله هم هست. بعد از این توضیحات متوجه میشیم که امتهای مختلف هر کدام میتونن که در تحت قانون کتاب و سنت تشکیل بشوند. میتونه امروزه حکومت اسلامی تشکیل بشود بر اساس کتاب و سنت قانونگذاری بشه، البته با در نظر داشته اینها. دیگه اینجا لازم نیست که حتما شکل این حکومت 100% بدون کم و کاست مثل حکومت در زمان پیامبر یا خلفای راشدین باشه. نه، میتونه خیلی اشکال او فرق بکنه. البته در اموری که اونها از جمله ثوابت دینی نبوده، از جمله امور قابل تغییر بوده، میتونه تغییر بخوره. شکل‌ها میتونه اسلوب‌ها، روش‌ها میتونه فرق بکنه، اما مقاصد سر جای خودش هست، اهداف سر جای خودش هست. و لحاظا اینجا افرادی میخواد که در بحث مقاصد و شریعه خیلی فهم بالا داشته باشن که اونا بتوانن در رأس دولت کار بکنن و این مسائل بتوانن درک کنن. کسایی که خیلی ذهن بسته دارن یا 4 تا کتاب سطحی و ابتدایی خواندن، اینا هرگز در این راستا نمیتوانن دخیل بشن. مختلف احوال اصول و امم قابل است برای تشکیل بر نحو احکام کتاب و سنت بدون حرج، بدون مشقت، بدون سختی. هیچ سختی ندارد، خیلی راحت هم تطبیق میکنه. کما امکنه، میگه یعنی اگر بگی شده، بله، شبه جزیره عرب کاملا چی بود؟ یک منطقه‌ای بود خیلی متفاوت از امپراتوری فارس و امپراتوری روم. اما زمانی که به احکام اسلام مزین شد، توانست امپراتوری فارس و روم تبدیل کنه، تغییر بده. و لحاظا اسلام ممکن کرد تغییر برای بعضی از احوال عرب ها رو تغییر داد، فارس را تغییر داد، قبطی ها را، مصر را تغییر داد، بربرها را تغییر داد، من غیر ان یجدوا حرجا ولا اصلا، بدون اینکه سختی داشته باشند. یعنی قابل تطبیق بود. اسلام نبود که قابل تطبیق نباشد، در حالی که او امپراتوری ها اصلا عرب ها را اصلا آدم حساب نمی‌کردن. در اوایل عرب جاهلیت مشرک را اصلا ارزش نداشت برایشان. اما بعد از اسلام فرهنگ اسلامی توانست اونها رو متحول بکنه. خیلی راحت خود در چوکات اسلام داخل کردن. فی الاقلاع اما کانوا علیه من قدیم احوالهم الباطله، توانستن خود را بکشن از او احوال باطل گذشته خود. ولهذا فانه عند سن القوانین، لذا در وقتی که قوانین در کشور گذاشته میشه و قواعد و احکام در دولت گذاشته میشه، ینظر، نگاه میشه فی مواد تلک القوانین، قوانینی که ساخته میشه در این مواد نگاه میکنیم یا قواعد. اگر در تحت مجال تشریعی داخل بود، درست است، فیجب علی الدوله استنباطها من مصادر الشریعه، در بخش‌های مختلف، چی در بخش چی است به اصطلاح سیستم حکومت است، چی در بخش مسائل اقتصادی کشور است، چی در بخش مسائل بین الدول است، ارتباطات با کشورهای دیگر است، چی در بخش فرهنگی است. اول نگاه میکنیم که موضوعی که قانونی که میخوایم بگذاریم آیا میتونه استنباط بشه از مصادر شریعه. خب اگر میشد که خیلی راحت مشکل حل است، و اگر نمیشد و بیان ادله شرعی آن، بله، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل درست است. و اما اذا كانت تعد اسلوبا، اما اگر در تحت ادله شرعی نمی آمد بلکه اصلا جزء روش ها بود، اسلوب بود یا وسیله برای تنفیذ حکم شرعی بود، بازم کار خوبی است. مثل لوایح مروری، مثال همین زدم، مثل چراغ راهنماها به طور مثال، مثل یا خیلی سیستم حکومت در کشور، چند تا وزارت خانه باشد، چگونه باشد، سیستم تعلیم و تربیه یا سیستم اقتصاد در کشور. تا وقتی که مخالف شرع نیست، شکل، وسائل، اسلوب، هیچ مشکلی نداره درست کنی. یا قوانین تنظیم شؤون صحیه، مثلا در بحث بهداشت کشور، امور فواید عامه یا بحث سلامتی کشور که است، چه روش‌هایی به کار ببریم تا مردم سلامتی بیشتری داشته باشند، بیشتر به شفاخانه برسن، بیشتر دکتر براشون برسه، بیشتر محیط پاکی داشته باشن، محیط زیست خوبی داشته باشن. اینا همه برمیگرده به اساس آنچه که مصلحت ایجاب میکنه طبق هر شرایط هر زمان. خیلی خوبه تا وقتی که
اسلوب و روش باشه، شریعت رو تایید هم میکنه، چون در تحت یکی از مقاصد پنجگانه داخل است. محیط زیست ما پاک و تمیز باشد، شؤون صحی امور کشور در بخش صحت خوب باشد، خب سبب سلامتی و حفظ جان میشه و حفظ جان یکی از مقاصد پنجگانه بود که بیشتر گفتیم. یا شؤون اداره حکومت و نحو ذلک، فانه یمکن اخذها بحسب الاصلح، میتونیم به اساس آنچه که اصلح تر است برای کشور، آنچه مناسب تر است، از هر مصدری میخواین بگیریم، مصدر صد و ذرایی است، مصالح مصالحه است، عرف است، از هر کدام بگیریم، به شرطی که مناقض شریعت قانونی گذاشته نشه. لکن الشریعه حاکمتون علی ما عداها. اگر یک قانونی آمد که این قانون خواهش میکرد مثلا سود جایز بشه به طور مثال، یا ظلم جایز بشه، یا رشوت درست بشه، یا حق مظلوم از بین بره، خب در این درست نیست. بی افتی و ناپاک دامنی در جامعه ترویج بشه، پس مخالف شریعت از جلوگیری بشه، اما در غیر او مشکل نداره قانون بگذاری. لذالک به همین علت میگه در ماده 7 نظام حکم اساسی در عربستان سعودی میگه که چی هست؟ این آمده که حکم یستمد سلطته من کتاب الله تعالی و سنتی، حکم و نظام میگیرد سلطه خود را از کتاب الله و سنت پیامبر و آنها حاکم هستند بر این نظام و جمیع انظمه الدوله، بر تمام نظام های دولت. البته این در گذشته بوده، اما امروزه متاسفانه در بسیاری از کارهایشان با کمال تاسف باید بگیم که استمداد خود را از کتاب و سنت نمیکنن، بلکه از دیگه جاست. امروزه میبینیم که در سرزمین حرمین شریفین، حتی در خود عربستان در کل، در سرزمین حجاز، میبینیم که در اونجا شراب، بعضی مجالس گرفته بشه که در اونجا زن برقصه، شراب فروخته بشه و خیلی جنایت های دیگه صورت بگیره، خیلی کارهای بد دیگر، بعضی کانسرت های موسیقی و اینها گذاشته بشه. اینا دیگه از کتاب و سنت نیست، اینا از هوا و هوس بعضی سلاطین است که به ناحق حاکم بر مسلمین شدند و به ناحق خود را با عنوان حاکم مسلمان ها به زور و استبداد در واقع تحمیل کردند که الله شرشان را از سر مسلمین کم بکنند. خب این بحث هم تمام شد. ببینید در اینجا ما بحث اصلی ما بود در رابطه به سلطه ها، که سه نوع سلطه داریم یا سه نوع قوه داریم، قوه مقننه یا همون قوه تنظیمیه که بحث خواندیم تا اینجا، کلا توضیح دادیم که قوه تنظیمیه یا قوه قانونگذاری در حکومت نظام اسلامی چی میشه، از کتاب و سنت میگیره با توضیحاتی که تشریح کردیم، و بریم بعداً به سلطه دوم یا قوه دوم، قوه قضاییه، و بعداً هم باز قوه اجراییه یا تنفیذیه که در جلسه آینده ان شاءالله قوه قضاییه را خواهیم خواند. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند و در پناه خود داشته باشد و توفیق حکومت صحیح اسلامی درست و ما و شما نصیب بگرداند، به ما و شما عطا بگرداند که مسلمان ها در سایه او رحمت واقعی اسلام را تجربه بکنند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.